ما همیشه در حال فکر کردن هستیم بدون اینکه خودمون متوجه بشیم. وقتی که ذهنمون درگیر موضوعی میشه و سعی میکنه دربارش تصمیم بگیره یا چیزی رو بفهمه و یا مشکلی رو حل کنه. مثلا وقتی داری انتخاب میکنی که برای نهار چی بخوری داری فکر میکنی. وقتی داری یک مسئله ریاضی رو حل میکنی بازم در حال فکر کردن هستی. حتی زمانی که داری فیلمی رو میبینی و درباره داستانش نظر میدی در حال تفکر هستی. به طور کلی تفکر یعنی کار کردن مغز برای درک کردن موضوعی، حل کردن مشکلی یا تصمیم گیری. مغز ما به روش‌های مختلفی فکر میکنه که هر کدوم از این نوع تفکرها در جایی از زندگی روزمره به درد ما میخوره. مهمترین انواع تفکر 4 تا هستن: تفکر منطقی، تفکر شهودی، تفکر خلاق و تفکر انتقادی. آدم‌های موفق معمولاً از ترکیبی از این تفکرها استفاده میکنن.